روبا به شیر گرسنه گفت تو خر را بکش، من سهمی برمی دارم. شیر گفت چطور؟ روبا گفت تو خر را بخواه و برایش بگو که ما در جنگل نیاز به انتخاب یک سلطان داریم. آن موقع قطعا تو انتخاب می شوی. بعداً تو امر کن، من خر را می کشم و سهم خود را بر می دارم. شیر قبول کرد، خر را به نزد خود صدا زد. خر به محض که به نزد شیر آمد، شیر شجرنامه اش را کشید، خواند و گفت که جد اندر جد من سلطان بوده، سلطانی به من میراث مانده، من نیز سلطان جنگل خواهم بود. نوبت روبا رسید. روبا شجرنامه اش را خواند و گفت جد اندر جد من خدمتکار سلطان بوده، من نیز خدمتکار سلطان خواهم بود. نوبت خر رسید. خر گفت شجرنامه من کف سمهایم نوشته شده و من هم به سواد هستم. شیر گفت من سواد دارم، می آیم تا شجرنامه را بخوانم. رفت تا شجرنامه خر را بخواند. خر جفتک زد، گردن شیر شکست و مرد. روبا پا و فرار گذاشت. خر گفت کجا می روی؟ روبا گفت می روم سر قبر پدرم تشکر کنم که نگذاشت من با سواد شوم، چون امروزه اکثر باسوادها لگدمال خرها می شوند. دوستان عزیز، امیدوارم شما نیز از این داستان برداشت خوبی کرده باشید و من الله توفیق و به نستعین.